الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، آیله ایشان، صحابگانشان و تمام پیروانشان. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. موضوع برنامه امروزه مایان کلام به پایان الله ابتغی یعنی سعی کن می باشد. الله متعال می فرماید توسط چیزهایی که الله به تو انعام نموده است سوی منزل آخرت سعی کن، اما نصیبت را در این دنیا فراموش نکن. نیکی کن چنان که الله به تو نیکی عطا کرد و کوشش پهن فساد را در زمین انجام مده. هر آینه الله پهن کنندگان فساد را دوست ندارد. ابن کثیر در تفسیر این آیت چنین گفت، یعنی اموال برایت عطا شده را و نعمتهای بزرگ را در راه اطاعت پروردگارت استفاده نما و در نزدیک شوی به او به عملهای گوناگون صالح صرف کن که توسطشان به مکافات در این دنیا و آخرت سزاوار می‌گردی. این عیناً آن موازنت دشوار و بزرگ است که اگر انسان آن را رعایت نماید در این دنیا نجات یافته در آخرت از جمله رستگاران خواهد بود. چون که کلمه بغا معنای طلب کردن و ظلم را انجام دادن را افاده می‌کند. معنایی که ما امروز تدقیق داریم این طلب کن میباشد. این آن چیزی است که ما سعی می‌کردیم، یعنی می‌خواستیم، طلب می‌کردیم. تمام حیات بر اساس سعی یعنی خواهش و طلب به دستاری چیزی و عملی سازی یک قطار هدفها برپا شده است. چنانکه که مسلمان باشد حلال و حرام بوده تنها پس از این رویاب هدفهایش را بر اساس این مبنای شرعی قرار می‌دهد. اسلام در این آیت کریمه به ما چطور معین کردن هدفها را بیان نمود. توسط چیزهایی که الله به تو انعام نموده است سوی منزل آخرت سعی کن. انسان دارای نعمت‌های معین بوده، الله تعالی تمام چیزهای در کائنات بوده را به او تسخیر نمود. به او عقل و قابلیت کشیدن نقشه‌ها، معین کردن هدف‌ها و توسط امکانیت‌هایش عملی سازی آنها را داده است. از این رو چیزهایی که انسان برای رسیدن به این هدف‌ها استفاده می‌برد باید با چنک حلال و حرام موافق باشند. چنک حلال و حرام برای مسلمان معیار حسابیده می‌شود. هدف‌هایی که انسان در پیش خود می‌گذارد باید هدف‌های باشند که به شریعت موافقند. آنها باید چیزهای زیرین را در بر گیرند: رویاب نتیجه، انکشاف، پرهیزگاری و اصلاح خطاها، بالوروی و پیشروی در این حیات موافق شریعت، همچنانی که الله و رسول او صلی الله علیه و سلم اراده کردند. این چنین فتح کشورها برای اسلام، جهاد در راه الله، امر به معروف و نهی از منکر و هدف‌های سرشمار دیگری که طبق طلبات حیات به وجود می آیند. سپس همه این هدفها باید به آخرت پیوست کرده شوند. توسط چیزهایی که الله به تو انعام نموده است سوی منزل آخرت سعی کن. سعی به آخرت این به عملهای خود و هدفهای خود از نقطه نظر پیامد آنها در آخرت نظر افکندن است. یعنی اگر الله با این عمل راضی باشد و آن به حلال شریعت موافقت کند، در این حالت انسان به انکشاف در این دنیا نائل گشته در آخرت باشد الله بر عوض این عمل نیکش اجر و پاداش تعیین میکند. در این حال انسانها در روز قیامت با عملهای صالح سرشمار و در جمله بنده های مؤمن الله که از آخری با ربشان خوشنود هستند حاضر می شوند تا که الله به آنها نعمتهایش را فراوان عطا کرده عوض سعی و کوشششان را در روز محاسبه دهد. روزی که مال و فرزند به کس نفع ندهد جز به کسانی که به نزد الله با قلب پاک و عمل صالح حاضر می شوند. جواب معلوم است: بهشت و عوض چهره پروردگار متعال و لذت نظرافکنی به او تعالی می باشد که لذت از همه عالی و هدف عالی است. بنابراین سعی و کوشش این از موقع شرعی ایستاده معین کردن هدفهای دنیوی است که پیشروی را در این حیات و پاداش را در روز آخرت کفالت می دهد. زندگی حقیقی عیناً در همین چیز است. همین طور ما باید از این کلام بی‌پایان سعی کن فایده به دست آوریم و توسط نعمت‌ها و امکاناتی که الله متعال برایمان انعام کرده است سوی حیات اخروی سعی کنیم. یعنی وقتی که انسان در این حیات قرار دارد با کوشش‌هایش به دست آوردن کامیابی را در آخرت قصد می‌کند. در این کار عیناً آن فلسفه پنهانی علاقه این حیات و آخرت جنبست می‌شود که در کلام زیرین او تعالی ذکر گردیده است. توسط چیزهایی که الله به تو انعام نموده است سوی منزل آخرت سعی کن. ای الله، مایان را از جمله شخصانی بگردان که برای رسیدن به
تازگی تو و حیات اخروی سعی و کوشش می نمایند و عملهایمان را پاک و خالص بگردان که تنها با نیت رویابی رضای تو انجام یافته باشند و در نامه اعمالمان آنها را نزدت قبول شده نوشته گردان تا که برایمان فایده در آن روز آورند که نه مال و نه اولاد در آن روز به کسی فایده نه آورد مگر به شخصانی که نزد الله با قلبهای پاک حاضر شوند. از الله برای خود و شما طلب بخشش میکنم. السلام علیکم. بقلب سليم أستغفر الله لي ولكم. أين الرجال؟ тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд و бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.